در یک زمانی در بوریاتیا دو همسایه زندگی میکردند. یکی بای و بدولت بود و دیگری کمبغل و نادار. مردی کمبغل عمری زحمت میکشید، محنت میکرد، اما یکش دو نمیشد. به زور عائله‌اش را تامین میکرد و مرد بای دستش را به آب خنک نمیزد، اما روز به روز بایتر میشد و روز به روز فربهتر. کمبغل بیچاره شب و روز در خدمت بای بود و تمام فرمایش های او را زود اجرا میکرد. روز صبحی بر وقت بای همسایه کمبغلش را به نزدش خواند و گفت: ها با انا اون شخ سنگین بیره و سنگ بکن، سنگ جمع کن. گوه مال من خیلی زیاد شده است، سرای نوی سنگی می سازیم. اگر خوب مهنت کنی یک ستیل دوغ خوب می دهم. کمبغل بیچاره راضی شد. یک ستیل دوغ خوب برای اهل عائله او خوراک خوبی بود. یک شب و یک روز زحمت کشید مرد کمبغل. سنگ بسیاری جمع کرد و خوب مهنت کرد، ولی این همه هنوز برای ساختن سرای کم بود. قریبی های سحر از حال رفت. خسته شد مرد. زاغنول از دشتش افتاد و او حس کرد که قوتش کم می شود. پایهایش از بیمداری لرزیدند و او به زمین افتاد. اطراف پر از چنگ و غبار. مداری نیست تا از جای بخیزد. و ناگاه او آوازی جرنگاسی را شنید: برخیز! او در جسمش قوه نوی را حس کرد و برخاست. در روبروی او پسرکی می ایستاد که چشمانش برق می زدند. تو کیستی؟ پرسید مرد فقیر. من بخت همسایه بای تو، گفت پسرک. مرد فقیر آهی کشید و غمگین شد. بخت من در کجا باشد؟ تمام عمر مهنت می کنم، زحمت می کشم، کوشش می کنم، اما بیفایده. طالع مددگار من نیست. تو عمری برای همسایه باید مهنت می کنی، عرق جبین می ریزی، برای همین بخت نداری. او مهنت تو را، زحمت تو را، عرق جبین تو را قدر نمی کند. من به تو یاری می دهم. بگوهی به خانه بای برو، گفت پسرک و غیب زد. مرد فقیر اول به خانه‌اش به نزد زن و فرزندانش آمد و از حال آنها با خبر شد و سپس به خانه بای آمد. بای در سر دسترخوان نشسته از طبق کلان گوشت بریان میخورد و استخوان‌های گوشت را به سوی سگ‌هایش میپرتافت. زنی بای به نزد مرد فقیر در طبق پس خورده های بای را آورده گذاشت و بای به سر او داد زد: هی روزی در روز در کجا بودی؟ در هوای تازه سیر میکنی، از زیبایی های اطراف لذت میبری، باز به خانه من برای خوراک خوری میآیی. پگاه رفته میبینم اگر سنگ جمع کردت کم باشد پول خوراک امروزت را برمیگردانی. بای به بستری گرمکک و نرمکک خود در آمد و به زنش فرمان داد که برای مرد همسایه در بیرون در بالای نمد کهنه پرکیک و بدبوی جای کند. دیری نگذشته خواب بای و زنش برد. در همین وقت از کجای پسرک پیدا شد. زیر انا این آتشدان را بکوب، گفت او به مرد فقیر. مرد زود خاکستر آتش را یک سو کرد و
جای نشان داده پسرک را به کافتن در آمد. کافت و نوک بیل به چیز سختی رسید و از زیر خاک خرمه برآمد. سرپوش خرمه را کشاده هوش از سر مرد فقیر پرید. خرمه پر از تنگه های طلایی بود. این طلاها عرق جبین تو که از مهنت حلال می ریختی. عرق جبینی که مزدش را بای نمی داد. او تو رو فریب می داد. انا همین عرق جبین تو به طلا مبدل شد. بگیر آن را و به خانه‌ات برو. گفت پسرک. مرد خرمه را گرفت و آتشدان را به مثل پیشینه درست کرد، ولی دودیله شد. اگر من این طلاها را به خانه‌ام برم، طالی بدم با من یگان بدبختی روی نمی دهد. نه نترس، من اکنون یاری تو هم. گفت پسرک. بدبختی تو را من به صندوقی انداخته در زیر سنگ های شخ گور کردم. به هیچ وجه آنجا را نکوب. کسی که این صندوق را می یابد بدبخت می شود. اگر بای پرسد که این طلاها را از کجا یافتی، بگو از زیر سنگ های شخ. گفت پسرک به مرد فقیر و غیب زد. مرد فقیر به خانه‌اش آمد و با این طلاها خیمه نوی خرید و خانه‌اش را آباد کرد. به زن و فرزندانش نیز لباسهای خوب خرید. گوسفندان خوب خرید و زندگیش خوب و بسامان و آرام و آسوده گشت. خانه آباد و زندگی آرام و شادمانی اهل عائله همسایه را دیده مرد بای درون سوخت. حسد خورد. اکنون او می‌خواست که سر این همه بایگری را داند. او روزه به خانه مرد فقیر آمد و پرسید: همسایه جان، این بایگری را از کجا یافتی؟ بگو. من وقتهای اخیر خیلی کارم آمد نمی کند. کم بغل شده ماندم. آخر من و تو دوست هستیم. بگو. التجا کرد او. میگویم، چرا نه؟ هنگام کندن سنگ ها صندوق یافتم پر از طلا. از همون طلاها کمی گرفتم و زندگیم بسامان شد. صندوق را باز به جایش گور کرده ماندم. بی عقل، فکر کرد مرد بای. از صندوق کمک طلا گرفته است. من میروم و همه اون صندوق را میگیرم. همه طلاها را میگیرم و به خانه‌ام میارم. یک تنگه هم به کسی نمیدهم. التماس جای صندوق را به من نشان ده. جای طلاها را. و جان و حالش نماند بای همسایه را و او همراه بای به جای سنگ کنده آمدند. بای زغنو را گرفت و به سنگ کنی در آمد. دستانی به کار وزنین عادت نکرده او ورم کردند. آبیله زدند. همسایه بیا با من یاری ده. التجا کرد بای. خوب، یاری می دهم و ما طلای صندوق را برابر تقسیم می کنیم. گفت مرد همسایه‌ای بای. نه لازم نه. برو از اینجا. برو. صندوق از آن من. همش از آن من. همش از آن خودم. به کسی چیزی نمی دهم. گفت بای. بای صندوق را یافت. خیلی شاد شد و آن را از چنگ و خاک تازه کرد و زود سرپوش سری صندوق را کشید. ولی به جای تنگه و طلا از درون صندوق آدمچه‌ای بدشکل برآمد. تو مرا در اینجا گور کردی؟ پرسید او خشمگینانه.
نه من تو را باری اول میبینم. با من تیلا لازم تیلا. داد زد بوی. تو مرا فریب میکنی. اکنون من همیشه با تو میمانم. گفت آدمچه و با یک جهیدن به گردن بوی سوار شد. آن همین طور مردی کمبغل بخت خود را یافت و دارا شد. زندگیش آرام و آسوده شد. اکنون او دیگر از هیچ چیز بیمه نداشت و آرامانه به تربیه فرزندانش مشغول می شد. زندگیش خیلی خوب بود. میگویند که مرد بوی باشد مهنت کردن نمیخواست. دیگر کسی نبود که کاری خانه او را کند. او تمام گاو و ملهایش را کشت و خورد و نهایت نادار شد. میگویند که او همانا در کجای سرسری میگردد و به کار دست زدن نمیخواهد. بخت از او روی گردانده است، میگفتند آدمان.